هفته و گرم پیدا کردی. خدا را شکرانی هفته گرم سر پایم خب تکلیف داری؟ پایم درد میکنه. خب خداوند صحت بدید. والا ما هم تکلیف دارم، خدا شاید است، ما هم چندان صحت ندارم. اون چه گفتی میشه؟ خب بس تشکر میشونم. ما تکتای بخت طالب میفروشم. دانه 10 افغانی میفروشم. در بین از یگان چیز هست. در بین از یگان چیز هست. خالی نیست. از 10 افغانی بیشتر است ارزشش. اگه خریدار هستی بختت یک آزمایش کو. امروز ببین که طالب چی است. یا خدا مهربان است. دیگه یک امتحان بسه که خب بسیار خوب. انشالله 10 افغانی بر ما پر برکت باشه. یک امتحان میکنیم. یک بسم الله کو. یعنی از هر کدام چه که دوست داری میتونی برداری. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی کدام عدد؟ کلش دست. کلش 10 افغانی است. خودت وازش کو. بسم الله بکنیم ببینیم چی است. از وسط پارام میتونی کرده هر رقم که دوست داری وازش کو. ببینیم که اوه نام خدا ماشاءالله چی هست؟ روغن پلاستیک. روغن 5 لیتره 12 پاکت مکرونی ماشاءالله. برای تبریک میگم. تشکر سلامت باشی. دی یگان چیز دیگه هم هست. طالب تا بگو دیگرایش هم برات واز میکنم که بخت طالب دیگه هر چی که به خودت بوده. والله به خدا خلاص که روغن خلاص کردی. این در بین از یک بوجی آرد بوده. در بین از این در بین از 2 سیر شکر بوده، 1 کیلو چای خشک بوده، 1 کارتن بیسکیت بوده. باش که ایره ببینیم که در بین از چی هست. این در بین از یک بودی برنج سیله بوده. طالب دیگه همین چیز را خاص خداوند باشه. بله همین چیز خدا راستی که 3 روز 4 روز است که خلاص کنی بگم روغن میگم باش خدا مهربان است. اینمی روغن دمی قسمت. ماشاءالله امی طالب بوده. برات میارم. خداوند شما را حفظ کنه. خداوند همونطور که پول هستین خداوند پول سرات سرتون آسان. سلامت باشید. لطف کردید. آقا اینی هم تقدیم شما. تشکر از خودت. سلامت. الله نگهدار. تشکر. امروز چطور آغاز کردی؟ شایی دیگه میگه گروپم کار نکردی؟ یعنی امروز روز خوب آغاز نشد؟ خب خیلی یک بخت آزمایی کنیم. من 4 دانه تکت دارم. تکت های بخت طالب است. 10 افغانی میخوایم بفروشیمش. هر کدامش دانه 10 افغانی است. در بین از یگان چیز است. امیره بخر بختت آزمایش کو. ببین هر چی برآمد. امروز طالب یک آزمایش کو. ببین الله مهربان است، ممکن امروز بسیار خوش بگذره. ما 10 افغانی تا خود گرفتم. ما 10 افغانی را بخشید. تشکر که بخشیدی. اینال از بین ازی خودت انتخاب کو. هر کدامش که دوست داری از بینش بردار. دیگه هر کدام که دوست داری وازش کو. یک بسم الله کو وازش کو. برو از این موبایل وازش کو. وسط وازش کو. بازی باشه؟ از این وسط وازش کو. خوانده میتونی؟ نه. خب باش که ما برات بخوانم. روغن 5 لیتره و 10 پاکت هم مکرونی. صحیح است؟ صحیح. تبریکت باشه. دقیقا لس پاکت و تلی و تا تمی 2 لس پاکت دلتو میدن. صحیح. مننه. سلامت بود. مننه. صحتمندی دوار. خورده چند است؟ یه خوردش کنم پامی مینیمی 10 روپو 20 روپو. یک دانه از چند است؟ یک دانه از این میتونه خوردکی است؟ مینیمی رو تول میکنیم مینیمی
25 گرم است. امروز چند کار کردی؟ 50 گرم. امروز چند کار کردی؟ کار نیست. اینجا رو کار اینجا رو فروش ما شده. امروز تالی داشتی؟ گشتم. امروز تالی داشتی؟ به پروردگار معلوم است که او خداوند خودش میفهمه. بیاید امروز یک بخت آزمایی کنیم. ما میخوایم که امروز یک تالی آزمایش کنیم. اینمی را 10 افغانی میخوایم به فروش برسانم. هر کدام از ایرا بخت تالی است. از پیش یک دانی از ایرا 10 افغانی بخر. هر چی که برآمد بخت تالی. چانست. موافق هستی؟ بگی از پیشم بخر ببینم که امروز از کدام پهلو خیستی. متاول 10 افغانی تا برام بده. خط خوانده میتونی؟ خب باش ما برات بخوانم. یک بوری آرد قزاقی. تبریک باشه. سلامت باشی. من چاله برات تسلیمش میکنم. توفیق که بنیاد خیری امید حیات به خودت در نظر گرفته. زنده باشی. برو بخیر باشی. سلامت باشی. بخیر باشی. که بخواه شاید داشته باشی. این تکتای بخت تالی است. 10 افغانی میفروشم. که در وسطش برآمد. چه تو آزمایش نمیکنی؟ خود صحیح است که نمیکنی. بری بخیر باشی. مطمئن هستی؟ بری بخیر باشی. من یک 4 دانه ورق دارم. این بخت تالی را میخوایم آزمایش کنم. دایی یگان چیز است. دانه 10 افغانی میخوایم بفروشم. اگر از پیش میخری؟ نه پیسه نه. اموالم خود ندارم که جنده کردیم. ما خوی رایگان نمیفروشم متاسفانه کاکا. دانه 10 افغانی میفروشمش. جیبکات یک بخار یک سایکو. یک بخار سایکو. انشالله نقص نمیکنی. ده یگان چیز هست. نه پیسه. تو سایکو بازم؟ 5 داریم. نه نقص نمیکنی. ده یگان چیز هست. یک سایکو. اگر نقص کردی پیسه تا پس برات میدم. والا اگر نقص کردی پیسه تا پس برات میدم. چی بگم پیسه؟ این نام نبریم میره. اینه داری نام خدا 10 افغانی. 20 افغانی داری. بگیرم. برام بخشیدی؟ بخشیدم. اینه برام بخشیدی؟ سایکو اینا رو بگی از بین از یک انتخاب کو. اگر سفید برآمد میشه خودت هستی. نه اگر سفید برآمد برام میبخشی در پیتا؟ حالا دیگه میشینم میخونم. بگی از بین از یک انتخاب کو. چطور است که من انتخاب کنم؟ من نمیخوام. نه من انتخاب کنم یا خودت انتخاب میکنی؟ هیچ چیز. امیر واس کنم؟ واس کنی چیزی نیست. امیر واس کنم مطمئن هستی؟ نه خب من یک چیز نیست این پولیس. کدام چه دوست داری بر پاس کنم؟ امیر واس کنم؟ من یک چیز نیست. باش که امیر بر پاس کنم. در این نوشته است که یک قطعه روغن 5 لیتره همراه 12 پاکت مکرونی. این میرم میخوایم برات تسلیم کنم برات بتم. ده یگان چیز دیگه هم نوشته بود. من چه واس کنم یا نکنم. اینه بر من اجازه ندادی که ما برات واس کنم. اینه ده این نوشته بود که یک بوجه آرد قزاقی. و به می ترتیب ده یگان چیز دیگه هم نوشته بود. میخواستم برات واس کنم. به هر حال من جنس تا برات تسلیم میکنم. درست؟ اینه کاکا. خیلی. حالا تو مات کردی؟ انشالله نقص نکردی. امروز 20 روپیه فروش کرد. 20 روپیه؟ حالت امروز خوبش نبود؟ نه خوبش نبود. روز خدا همیشه خوبش. روز خدا همیشه خوبه. بسیار عالی. امروز تالت همراه ما آزمایش میکنی؟
چی؟ ما امروز میخوایم امرای ما بخت تا یک آزمایش کنی. اینا تکتای بخت تالی است. دانه 10 افغانی میخوایم بفروشیم میشه. ده یگان چیزکا هست. من پیشنهاد میکنم که حتما امروز بخت تا یک آزمایش کو. امیر یک دانه زیر 10 افغانی از پیش ما خریداری کو. در بین از یگان چیزکاست. ببین سعی کو چی میبرای. الله مهربان است. امروز ببین چی میبرای برات. چطور؟ بد نیست. ماشاءالله موافق هستی؟ خب بسیار خوب تشکر. خب من 10 افغانی تا گرفتم. بیبی یک سعی کو که خودت انتخاب میکنی یا ما برات انتخاب کنم؟ شما انتخاب کنید. من انتخاب کنم؟ آره. به نظرت بخت ما بهتر از خودت هست نه؟ خب حالا که چانس بر ما دادی باش از بین از اینا یک بسم الله میکنم من انتخاب میکنم درست؟ بسم الله الرحمن الرحیم وازش میکنم ببینم چی است. این یک بوری آرد قزاقی. تبریک باشه برای تبریک میگم. امی جوانیم صحیح است؟ صحیح است. این امید صحیح است؟ امروز چند فایده کردی؟ امروز داریم دو دانه سودا کردیم اون خرج داشته ولی ندارم فایده کرد. در پا فایده نکردی؟ بیا امروز ما میخوایم که فایده کنی. اینم یا بخت تالیس اوراق بخت تالیس. بیا امروز بخت تالی تا بیازمای هر کدامش دانه 10 افغانی برات میفروشم. بخت تالی ده یگان چیز کاست. بی خدا مهربان است امروز بیاز فایده نکردی. ما اینه دایره بگی؟ دایره میگیرم. این از بین از امیا هر کدامش خودت دوست داری انتخاب کن. خیلی خودت وازش کن دیگه. ما سواد ندارم. خیر است ما برات میخوانم. ما برات میخوانم وازش کن. ببینم که امروز بخت پشت دروازه تا آمده. این یک بوری برنج سیله. تشکر. سلامت باشی. خوش شدم که امروز کار نکردی. این الله کریم در پشت دروازه برتان آورد. برکت بگی. تشکر. امروز چطور آغاز کردی؟ خوب آغاز کردی که تالی تا بفهمم. آره ایراد دیگه دعوت شاید خدا تا بقول خوش آغاز کردی؟ خوشی افاد خدا خوشی ها. خب ماشاءالله. خب ماشاءالله بسیار خوب. خب بسیار خوب. چیزی که از طرف پروردگار باشه رو شکر. ماشاءالله عالی. یعنی امروز اگه خوش آغاز کردی به یک بخت از مایی کو. ببین چطور میشه. توکل خدا دیگه. بگی؟ یک 10 افغانی بر ما بده. هر کدام از این دانه 10 پس. دانه 10 پس؟ بله ها. چی هست؟ من نمی‌فهمم. یگان چیز میبره در بینش ان شاء الله نقص نمیکنی ها. درست؟ ببینیم هر چیزی که برآمد درست؟ بگی سعی چی است؟ هر کدامش که دوست داری انتخاب کو. من نمی‌فهمم. انتخاب که در بینش. دلت هر کدامش که دوست داری انتخاب. وازش کو. واز کدوم؟ پارش کو. چی کو؟ چیرش کو. چیرش کو وازش کو. چیرش کو پارش کو. ماشاءالله بخوانیشه. خیر ما برات میخوانم. این یک سیر شکر، 1 کیلو چای سبز و 1 کارتونم کیک برای تفلکای. صحیح است؟ قربان.
این توفه از طرف بنیاد خیری امید حیات است به خودت. اینی بسکیت خاطر اولادایت گرفتیم. خداوند پروردگار تمام چیز برکت اندر قربانت.